این از آتش سوزی لس آنجلس که میگن آقا کل شهر اومده نابود شده، یه سری خبرها خب توی میبینیم هممون توی سوشال میدیا که نمیدونم هالیوود ساین خراب شده، نمیدونم دانتان داره آتیش میگیره، همچین چیزی نیست. قسمت کوهی داره آتیش میگیره، خیلی خسارت داشته طبیعتا، ولی فکر نکنم، این نظر منه، فکر نکنم توی قسمت شهری بیاد، چون داره کوه ها رو میسوزونه، اغلب درخت ها رو داره میسوزونه. یه چیزی هم هستش که توی کالیفرنیا هر چند سال اتفاق میفته، نه کسی دستکاری کرده نه چیزی شده. کلا داستان اینه، یه سری هم میان میگن که آقا خب این خونه هایی که الان آتیش گرفته از 3 ماه قبل شرکت های بیمه دیگه بیمه نمی کنن و اینجور حرفا، ولی خب بازم این داستانه یه ذره حواشیه. اینجا نمیتونه خونه ها بیمه نداشته باشه، به خاطر اینکه اکثر این خونه هایی که دارین میبینین همشون با وامای 30 ساله گرفته شده که برای بانک، میشه گفت این خونه ها برای بانک. وقتی هم که خونه برای بانک باشه نمیتونن که بیمش نکنن. این یه موضوع دوم که خب اینجا اگه یه کمپانی بیمه نکنه میرن مردم یه جای دیگه بیمه میکنن، پس تمام این خسارت ها داده میشه. یه سری حواشی هست که کذبه. مخلص.